ظرفا رو برات آوردم بشوری. من بشورم؟ باشه من میشورم. بریم. چه هوایی شد قشنگ مه و بارون با هم ترکیب شدن. الهام در مسیر چشمه های جنگل های هیرکانی. ماشاءالله. برو ببینم چیکار میکنی. زندگی سخت بودا. آره بچه دست من یه عالمه ظرف نشسته است. بچه چشمه. آره اینجا چشمه کوچیکه است. این چشمه اصلی جلوتره. یه جنگل اینه که نه قطعی برق داریم نه قطعی آب. اینم چشمه. اولی بالونمون رو پر آب کنم. چرا همه میپاشه این برون آبم قطع نمیشه. این مایتابا بر تو نه اینا گربه شروع میکنی؟ بچه تقسیم کار کردیم. قرار شد من فیلم بگیرم روز ظرفا رو ادامهش رو بشوره. خیلی آبش سرده یعنی اصلا دست من الان بی‌حس شده دارم فیلم میگیرم باش. یخ زدی؟ خیلی سرده. آره. ویو رو ببینید و لذت ببرید. مه و بارون هم که هست. ظرفا تمام شدن. الان میخوایم بریم به سمت کلبه. موقع باش سر نخور. بس. فکر کنم امشب بارون بیاد. من میخوام از این نردبونه برم بالا. برو بالا. بس میری. ماشاءالله. ماما 3 تا دونه رفتی یعنی رو سومی ایستادی. نه دیگه برو چهارمی. برو چهارمی میتونی. نه. برو. من استوری گذاشتم 45 متر ارتفاع رو با طناب داری میای پایین. این یکم ایمن نیست. آها باش بیا پایین بیا پایین. تا روزه هیزمای امشبم جمع کنیم که شب راحت بشه. بالاخره شکست.